دانانیشن سمبولی اشکوتی شاندره اشکوتی شاندره بینندگان گرامی نوروز سلام. 2 روز دیگر 8 مارس روز جهانی زن است و در این روز میدانها مملو از زنانی می شود که برای آزادی و کرامتشان به میدان می آیند. ما هم در برنامه امروز به مسئله زن خواهیم پرداخت، اما قبل از اون گزارشی از تاریخچه 8 مارس. تاریخ روز جهانی زن همزمان تاریخ مبارزه سیاسی و اجتماعی علیه تبعیض است. این روز همبستگی برای مبارزه در راه برابری حقوق و شرایط بهتر کاری و زندگی زنان است. انتخاب روز 8 مارس به عنوان روز جهانی زن به خاطر مبارزه زنان کارگر نساجی در سال 1857 در شهر نیویورک آمریکا برمیگردد. شرایط کاری سخت و غیر انسانی و دستمزد کم کارگران زن که در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 همراه با مردان در کشورهای صنعتی وارد بازار کار شده بودند، آنان را وادار به اعتراض و مبارزه صنفی به شکل‌های سازمان یافته و یا غیر متمرکز علیه این بی‌عدالتی می‌کرد. در این روز کارگران نساجی زن در یک کارخانه بزرگ پوشاک برای اعتراض علیه شرایط بسیار سخت کاری و وضعیت اقتصادیشان دست به اعتصاب زدند. خاطره این اعتصاب برای کارگران نساجی باقی ماند، اما نارضایتی عمومی از این شرایط برای زنان کارگر ادامه داشت. در 8 مارس سال 1908 بعد از گذشته بیش از 50 سال کارگران زن کارخانه نساجی کتان در شهر نیویورک با خاطره اعتصاب در این روز به دلیل تبعیض و محرومیت و فشار زیاد کار در مقابل حقوق بسیار کم اعتصاب خود را شروع کردند. صاحب این کارخانه به همراه نگهبانان برای جلوگیری از همبستگی کارگران دیگر بخش‌ها با این اعتصاب و سرایت آن به بخش‌های دیگر این زنان را در محل کار خود در کارخانه محبوس کردند. به دلایل ناشناخته‌ای آتش در کارخانه در گرفت و فقط تعداد کمی از کارگران زن محبوس توانستند خود را نجات دهند. 129 کارگر زن در این روز در آتش سوختند. روز 8 ماه مارس بر پایه سنتی مبارزه کارگران زن علیه شرایط سخت کاریشان در خاطره ها ماند. در سالهای بعد در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکا مبارزه زنان به شکل تظاهرات و اعتصاب کاری علیه فشار، تبعیض و استثمار و همینطور برای داشتن برابری حقوق در اجتماع و علیه جنگ ادامه پیدا کرد. اولین روز جهانی زن در ماه مارس 1911 در دانمارک، آلمان، اتریش، سوئیس و آمریکا برگزار شد. میلیون ها زن در برگزاری این روز حضور داشتند. برخی خواستهای اساسی زنان عبارت بودند از قوانین حمایت کننده کار برای زنان، حق رأی و شرکت در انتخابات، برابری دستمزد با مردان در مقابل کار مساوی و حمایت از مادر و کودک. از دهه نخست قرن 19 به دلیل بحران عمومی اقتصادی جهان و همینطور افزایش فاشیسم در کشورهای اروپایی و وقوع جنگ جهانی، مسائل مبارزاتی زنان در حاشیه قرار گرفت. در کشورهای اروپای غربی در ابتدا بعد از جنگ هیچ برنامه‌ای در ارتباط با روز زنان برگزار نمی‌شد. بعدها این روز به روز مبارزه برای خواستهای عمومی زنان و روز خانواده و جشن عمومی زنان تبدیل شد. در سالهای دهه 80 بود که در این کشورها روز 8 مارس باز هم اهمیت و معنی خاصی پیدا کرد و مشکلات زنان باز هم مورد توجه قرار گرفتند. امروزه بزرگ داشته این روز در تقریبا تمامی کشورها به عنوان روز اعتراض عمومی به اجحاف و فشار بر روی زنان برگزار می شود. در طی 2 قرن گذشته پیشرفت‌ها برای به رسمیت شناختن و قبول حقوق اولیه و انسانی زنان اندک نبوده. در اکثر کشورهای جهان حق رأی زنان و شرکت آنان در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی به رسمیت شناخته شده. با وجود این راه طولانی برای انجام واقعی این خواست‌ها در پیش است. زنان هنوز در موارد زیادی در خانواده، در اجتماع و یا در محیط کار مورد خشونت قرار می‌گیرند. قوانین زن ستیز در بسیاری از کشورها عمل می‌کنند.
برای نیروی کار زنان در مقابل کار مساوی با مردان هنوز حتی در کشورهای صنعتی کمتر پرداخت می شود و درآمد نسبی زنان در همه کشورها بسیار پایین‌تر از مردان است. زنان از امکانات آموزشی و بهداشتی به مراتب کمتری برخوردارند و گفته می شود 3/4 بیسوادان در سطح جهان را زنان تشکیل می دهند. اکثر آوارگان و پناهندگان جنگی هم زنانند. تعیین پوشش معین برای زنان، اجبار به حجاب و یا بی‌حجابی، قاچاق و خرید و فروش زنان، سوء استفاده جنسی از آنان و نمونه‌های بسیار دیگر از جمله اجحافات آشکار علیه حقوق زنان است که امروزه به طور معمول و در همه جا اجرا می شود. عزیزان، در آستانه 8 مارس روز جهانی زن به مسئله زن خواهیم پرداخت در این برنامه. خانم مهناز قزللو فعال حقوق بشر اینجا در استودیو با ما هستن. خانم فرهناز عمادی کنشگر سیاسی هم از طریق اسکایپ از آلمان با ما هستن. در ادامه برنامه هم خانم زینب بایزیدی با ما خواهند پیوست و در مورد وضعیت زنان در کردستان صحبت خواهند کرد. خانم قزللو، سلام دارم خدمت شما و همچنین خدمت خانم عمادی. دوست داشتم به عنوان اولین سوال از شما احساس شما در مورد زن بودنتون رو بپرسم، با توجه به اینکه زن بودن در دنیای امروز بسیار هزینه برداره. شما چقدر احساس خوشبختی میکنید از زن بودنتون؟ ابتدا سلام عرض کنم خدمت بینندگان عزیزتون و مهمون عزیزتون خانم عمادی بله، و تشکر میکنم از دعوتی کردید. سوال دشواریه، در عین حال که من به عنوان یک زن این رو میتونم کاملا حس کنم برابر تجربه که در زندگیم داشتم به طور شخصی و در ارتباط با مردم و به خصوص زنان. هر اندازه که من خودم رو شناختم به عنوان یک زن تو جامعه و به عنوان یک کنشگر سیاسی و فعال حقوق بشر، احساس کردم که در من یک پتانسیلی هست که میتواند شکوفا باشد، میتواند در عین حالی که تحت به عنوان یک زن من هم مانند دیگر زنان تحت ستم هستم و به عنوان یک زندانی سیاسی اگر تحت شکنجه بودم، در محرومیت اجتماعی متفاوتی داشتم، تمام اینها برای من یک مجموعه‌ای در واقع شد که پلی شد برای پرتاب من به سوی آگاهی بیشتر و به نظر من میتونن زنان دقیقاً از همین جنبه نگاه کنن به مشکلاتشون، چون من هم به عنوان یک زن مانند اونها بودم و چه بس دشواری‌هایی رو تجربه کردم که خب ممکنه بسیاری از زنان بنا به دلایلی توی مسیر زندگیشون تجربه نکردن و همه اینا به من کمک کرد که نهایتاً به این نقطه برسم که فکر کنم چه خوب که من هم این تجربیاتم رو با زنان دیگه تقسیم کنم و کمک کنیم به هم دیگه در پیوند با یکدیگر و در پیوند با جنبش‌های دیگر و به طور کلی انسانی با همه انسان‌ها بتونیم دنیای بهتری بسازیم. من فکر می‌کنم این پتانسیل تمام انسان‌ها و خصوص به ویژه زن‌ها به خاطر اون ستم مضاعفی که بهشون میشه دارن و من بسیار خوشحالم به عنوان یک زن. بسیار خب، باز میگردیم پیش شما. خانم عمادی، به شما مجددا خوش آمد میگم. خانم عمادی، بیش از 100 سال از اولین برگزاری روز جهانی زن میگذره، اما هنوز هم دلایل زیادی وجود داره که در این روز از حقوق زنان دفاع بشه. سوال اینه که در طی 100 سال گذشته زنان از کجا به کجا رسیدن و چقدر از حقوق و آزادی‌هاشون رو تونستن به دست بیارن؟ حالا من به نوبه خودم درود میفرستم به شما تلویزیون نوروز و به بینندگانتون و به خانم عزیز مهناز قزللو و از طرف خودم به تمام زنان آزادیخواه و مردان آزادیخواه روز 8 مارس رو تبریک میگم. از مشروطه سوال کردید و از مبارزین زن ما از اون زمان که حدوداً 108 سال میگذره تا به امروز. طبیعیه از 108 سال پیش زنان ما، خیلی جالبه، به گفته کسروی در تاریخ نوشته در کتاب تاریخ مشروطه، زنان ما همچنان در کنار مردان ما مبارزه کردن. درسته تعدادشون زیاد نبوده به خاطر شرایط مشکل اون زمان، اما در مبارزه شرکت داشتن. زنان ما در دفاع از طباطبایی، در دفاع از بهبهانی، در دفاع از شیخ فضلالله نوری
شرکت داشتن. حتی در این کتاب من خوندم که زنان با قایم کردن چماق چوب در زیر چادر از این شیخ‌ها حمایت میکردن. اما در واقع زمانی که مشروطه به اعلام میشه در مجلس، نه تنها زنان به هیچ حقوقی دست پیدا نمی‌کنن از نظر حقوق شهروندی، از نظر رأی دادن، از نظر حضور در مجلس، بلکه همچنان در مورد حق ورود زنان در عموم در دفاع از حقوق شهروندی خودشون هم سکوت میشه و تنها دستاوردی که من میتونم بگم در زمان مشروطه برای زنان ما مشهود هستش حقوق دفاع از حقوق، یعنی گفتمان دفاع از حقوق شهروندی. یعنی چی؟ یعنی اینکه زنان وارد یک گفتمان سیاسی میشن برای دفاع از حقوق شهروندی خودشون، انجمن‌ها رو تشکیل میدن، کمیته ها رو تشکیل میدن و روزنامه ها و رسانه ها رو تشکیل میدن، ولی هنوز ما هیچ تغییری نکردیم. همینجوری بیایم جلو. قبل از زمان مشروطه ما کشف حجاب اجباری رو داریم که اونم به نظر من مشکل خودشو داشته. یعنی نه تنها درسته برای زنان ما یک قدم به جلو بوده، ولی باز هم نتونست در گسترش و اتحاد خواسته های زنان ما و مبارزین زنان ما دخالتی داشته باشه، بلکه برعکس بین زنانی که بی سواد بودن و هنوز فرق خواسته های شهروندی و حصارهای مذهبی رو نمیشناختن با زنانی که خب چند قدم جلوتر بودن، بین اینا اختلاف ایجاد میکنه. یعنی ایجاد این اختلاف هم باعث میشه که ما درجا بزنیم. بعد بیایم به زمان مشروطه برسیم. بعد از زمان مشروطه ما دوران محمد رضا شاه پهلوی رو داریم. در زمان محمد رضا پهلوی یک دستاوردی رو که میتونم واقعا روش انگشت بذارم و موفقیت آمیز بوده، دستاورد حق رأی زنان بوده که اونجا ما مواجه میشیم با مخالفت تلگراف معروف خمینی و مخالفت خمینی با حق رأی زنان. حضور حتی زنان در مجلس داشتن، در وزارت‌ها، در پست وزارت‌ها داشتن در زمان محمد رضا پهلوی. بعد میایم جلو به زمان انقلاب میرسیم. من میتونم بگم که زمان قیام 57 نه تنها دستاوردی برای زنان نداشته، بلکه دوباره زنان رو به زمان قبل از مشروطه به خونه ها میبره. برای چی میگم به زمان قبل از مشروطه میبره؟ برای اینکه ما زمان قبل از مشروطه کشف حجاب داشتیم و بعد از قیام 57 حجاب اجباری داریم. یعنی درست میفتیم توی ورطه‌ای که باز زنان از حقوق اولین حقوق اجتماعی خودشون و اونم انتخاب پوشش خودشونه محروم میشن و گوییم که حق رأی دارن، ولی به نظر من حق رأی که زنان بعد از 57 که البته داشتن، قبلش هم داشتن، هیچ چیزی به جز فرمالیته نیست. حضور زنان رو در سیاست ببینیم، حضور زنان رو در وزرا، در بخش هیئت وزرا ببینیم، خیلی محدوده نسبت به تعداد زنان، نسبت به زنانی که ما 60% از زنان ما در دانشگاه تحصیل کردن. به نظر من حضورشون بعد از قیام 57 بسیار محدود شده. من اجازه میخوام که باز بهتون بگم درباره زنان بعد از قیام 57 ما مراجعه کنیم به حقوق ازدواج‌های اجباری، ازدواج‌هایی که حتی اخیراً حتما اطلاع دارید ازدواج فرزندخوانده و این یکی از بزرگترین توهینات به حقوق خانواده، به حقوق زن در جامعه. من اجازه میخوام اشاره کنم به طلاق‌های یک جانبه، اشاره بکنم به صیغه‌های چندزنی، ازدواج‌های چندزنی، اشاره بکنم به
حقوق شهروندی زنان که از نظر حقوقی شهادت یک زن نصف مرده. من اجازه میخوام اشاره کنم به اجازه خروج زنان زیر 40 سال، زنان مجرد زیر 40 سال از کشور. این زنان اجازه داشتن، یعنی به خواست خودشون اجازه داشتن گذرنامه ندارن. این زنان اول باید از ولی خودشون اجازه بگیرن و اگر ولی نداشته باشن، گوییم پدر یا برادری نداشته باشن، اون منطقه، شهر و قانون برای اونا یک ولی انتخاب میکنه. بسیار خوب خانم امادی، در ادامه برنامه بیشتر به این موضوع در وضع زنان در ایران خواهیم پرداخت. اما اجازه بدید سوالی هم با خانم قزلو مطرح بکنیم. خانم قزلو، خانم امادی بیشتر به وضعیت زنان در ایران پرداختن، اما به صورت کلی‌تر اگر نگاه بکنیم در طول تاریخ چندین هزار ساله حکومت‌هایی که مردان در رأس اون بودن آمیخته با خون و خونریزی و جنگ بوده و گفته میشه که تا زمانی که زنان به پایگاه اجتماعی و سیاسی خودشون برنگردن این سیر ادامه خواهد داشت. واقعا چرا تصور میشه که اگر چنین تصمیم گیری هایی با زنان باشه، زنان رأی به جنگ و این محدودیت هایی که در دنیا امروز هست نخواهند داد؟ من اساساً باور به این ندارم که اگر صحنه رو بدیم به دست زن به عنوان زن بیولوژیک ما حتما به ایدالامون میرسیم. چرا؟ برای اینکه یک جور باور بسیار سطحیه یا یه شوخیه به اصطلاح تلخه. چون ما در جمهوری اسلامی، حکومت اسلامی هم داریم که زنانی هستن تو مجلسن، شما میبینین. خانم قزلو، عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم. زنانی که الان در سیاست هستن با اراده زن شرکت نکردن در با در نظر گرفتن این موضوع اگر ادامه بدید به صحبتاتون، یعنی تفکیکی داشته باشید در این مورد. حتما. ببینید، من میخواستم فقط یک برگشت بدم به عقب، یه چیزی رو به عنوان مثال یک در واقع تصویری بدم و بعد برگردم به آنچه که در واقع منظور نظرم هست. یک زن و حتی یک مرد هم میتواند با یک نگاه انسانی به جامعهش و ساختار و مناسبات انسانی بتونه اون چیزی که ایدئال در واقع انسانی هست برسه. قطعا زنان چون تحت فشار مضاعف بودن حتما این پتانسیل رو بهتر خواهند داشت که اگر در مصادر قدرت قرار بگیرن نتیجه بهتری خواهند داشت. چنانکه ما داریم نخست وزیر ایسلند هست، یا اگر بازی خود برگردیم به عقب، یکی از ملکه های خود سوئد بود که در دوران در واقع سلطنت خودش بسیار هم کشور همین سوئد رو بسیار خوب چرخوند. یا زنانی که به هر حال در پارلمان ها میبینیم یا جاهای دیگه، بیشتر البته تو اروپا در واقع اینو داریم، یا کشورها و جوامع مدرن، چون تو اون مناسبات به هر حال برمیگرده به مناسبات مدرن، هرچند که باز اگر که نقب بزنیم به گذشته، اونها هم هنوز تحت همون نظام مردسالار هستن. شما میبینید در کشور سوئد علیرغم اینکه خیلی کشور مدرنیه و ادعا میشه که بسیار برابری وجود داره بین زن و مرد، باز هم یک زن یک مرد برای کار مساوی برابر نیستن. یعنی حقوق یک زن در شرایط کار مساوی پایین تر از مرده. بنابراین ما در اون لایه‌های اون مناسبات هنوز می‌بینیم تا کشورهایی که مناسبات صنعتی سرمایه‌داری در واقع وجود داره، ما هنوز اینها رو میتونیم ببینیم به نوع دیگه. مثلا در صنعت پورنوگرافی ما می‌بینیم که زنان رو به نوع خاصی تو اون مناسباتی که میتوانند تحت سلطه قرار میدن، ازشون سوء استفاده میکنن. یا طبق آخرین خبری که من هفته گذشته شنیدم، زنانی که میان از مرز میخوان فرار کنن در غزه به بردهداری گرفته میشن. خب اینها در واقع این مناسبات رو باز به نحوی در اینجا باز تولید میکنن به یه شکل دیگه. در کشورهای اسلامی آسیایی چون مذهب زده هم هستن، احکام اسلامی رو به خدمت این جریان میگیرن و مضاعف میشه. مثلا در کشور افغانستان قانونی هست به نام در احوال شخصیه، چنین اصطلاحی، البته من حالا دقیق شاید درست نمیگم، و این به این ترتیب قانون هستش که اگر زنی تمکین نکنه در روابط جنسی با شوهرش، اون رو میتونه بهش غذا نده. و فکر کنید
ندادن غذا یا مثلا دچار فقدان غذایی کردنش نهایتا بخواد 2 روز یا 3 روز زنده بمونه. من نمیدونم این چه معنی میتونه داشته باشه. یا در ایران هم به همین ترتیب، یعنی در ایران به نوع دیگه برگردیم اگر با مراجع و منابع مجازات اسلامی یا قوانین شریعت، اگر زنی تمکین نکنه تو روابط جنسی با همسرش، اینجا میتونه حق داره محق یک شوهر که زنش رو بزنه. یعنی کتک زدن یک زن اصلا تو رویه قضایی قانونگذاری میشه و زنی که در پارلمان هم هست، البته اسمش نمیدونم، خانم عالیه اسمش متاسفانه یادم نیست، و حتی میره تو مجلس میگه ناسزاگویی یک مرد به زنش اصلا چیز خشونت نیست. و ببینید تعریف خشونت در ذهن اونا چیه. اگه برگردیم به اروپا، طبق مطالعاتی که من داشتم حجاب اساسا از مذهب نمیاد، بلکه برمیگرده به اون ساختار مناسبات اشرافی، سرمایه‌داری به نوعی. زمانی که میخوان مشخص کنن که این زن متعلق به اون طبقه اشراف است، باید حتما از یک پوشش خاص استفاده کنه، یه روسری داشته باشه، کلاه بزرگ داشته باشه، یعنی پوشش بیشتری نسبت به زنی که کارگر هست، زنی که داره تو عرصه اجتماع بیشتر هست. اتفاقا اون زنی که کارگره و اون زنی که تو مناسبات اقتصادی یا کشاورزی هست، اینقدر تو اون زمان نمیباید پوشیده باشه، خیلی آزادتره، بدون روسریه. اما اون زنی که متعلق به طبقه اشراف باید پوشیده‌تر باشه، برای اینکه مشخص‌تر باشه، تشخص خاص خودشو داره. همچنان که در اسلام هم به نوعی این رو ما می‌بینیم که زنان پیامبر میبایست که از یک پوشش خاص متفاوتی برخوردار باشه تا مشخص بشه که این زنان پیغمبر هستن و به مسابقه یک زنانی قرار میگیرن که قوانین خاصی براشون شامل میشه. این همچنان باستولی چون رفت در بخشی که مذهب آمد، به اینها تقدس داده شد به عنوان، می‌بینید در مذاهب دیگر هم همینا هست، یعنی باز تولید شد و خود مذهب دوباره اومد در واقع حلقه ها و زنجیرهای بیشتری تو دست و پای زن بست و اون رو تو مناسبات مرد سالانه به اصطلاح بیشتر گیرش انداخت یا مثلا اونو بیشتر سرکوبش کرد، اجحاف بیشتری بهش کرد و در واقع به خدمت گرفت برای اون مناسباتی که تو اون کشور هست. میتونه سرمایه‌داری باشه و فکر نکنید حالا مثلا اگه کشوری مثلا مذهبی باشه یا مثل کشور خودمون تو حکومت اسلامی، به نوعی با همون در واقع مناسبات سرمایه‌داری وجود داره. میبینیم که امروز بعد از 35 سال چقدر طبقات شکاف و فاصله بیشتری پیدا کردن. من تو تصاویر نگاه میکردم که ماشین های 2-3 میلیاردی آقازاده ها زیر پاشونه توی کشور ما و این نشان دهنده این است. ببینید نظام اقتصاد سرمایه‌داری عام نیست، مخصوص یک طبقه خاصه، مخصوص اقلیته، یعنی مناسبات اقتصادی یک اقلیته و همین خودش به تنهایی کافیه که نشان بدهد که بقیه در واقع اکثریت جامعه و به ویژه زنان که در طول بستر طولانی تاریخی تحت ستم بودن، تحت ستم مضاعفتری قرار بگیرن. این زنان هستن که پوشششون رو دائم باید حتی رنگشون رو تعیین میکنن، دیگران تعیین میکنن، سیستم در واقع منظورم اینه که تعیین میکنه و مخاطب ما، یعنی آنچه که با در نظر داشتیم به نظر من اون سیستم هست، چون این سیستم میتواند به واسطه یک زن هم عمل کنه. وقتی شهرداری رو مثلا توی سیستان و بلوچستان تعیین میکنن، این نمیاد با سولید یک سیستمی کنه که به نفع طبقه کارگر باشد یا به نفع زن باشد. در طول این 35 سال هم دیدیم که چنین کاری نکردن و خود همین زنان در پارلمان، در مجلس، چنان که مهمون عزیزتونم خانم عبادی اشاره کردن، همین کارو کردن. کی این رو تایید کرد و به تصویب رسوند که فرزند خوانده بتواند در تحت ازدواج مرد قرار بگیرد یا پدر مادری که مثلا هستن؟ همین زنانی بودن که تو مجلس بودن، به اضافه اینکه البته خب اون مناسب میدونید که اکثریت مردها هستن. خانم آزالی، قبل از اینکه بریم میشه خانم عمادی در تحلیلشون از وضعیت زنان در گذشته ایران، اگر برداشت من درست باشه، ایشون گفتن که در زمان پس از انقلاب وضعیت زنان خیلی بد بوده، اما در زمان پهلوی گویا وضعیت زنان خوب بوده. شما چقدر با این نظر موافقید؟ آیا وضعیت زنان در اون موقع واقعا خوب بود؟ اگر کوتاه بفرمایید که با نظر خانم عمادی هم جوره بشیم.
ببینید مطلقاً من نمیتونم بگم خوب بود یا بد بود. این یه خورده خیلی سبک سنگین کردن یه مقدار سخته. ببینید در زمان شاه، محمد رضا شاه رو میگم، بعد از رضا شاه، به خاطر یه خلأ سیاسی و عدم تجربه‌ای که خود شاه داشت، زنان اومدن استفاده کردن، یه سری انجمن‌ها درست کردن، مثل مدارس اومد درست شد. ولی بلافاصله وقتی که اینها قدرت گرفتن، این انجمن‌ها، شاه احساس کرد که مخالف اون چیزی هستش که نظامی هستش که میخواد، مناسبات سیاست‌ها و خط مشی‌های خودشه و بنابراین اصلا کلا اونها رو ملغا کرد و ممنوع کرد در یه دوره‌ای. و خودش اومد یک سری سازمان‌های زنانی تشکیل داد که تحت مستقیم نظر خود دولت بود. بنابراین ما نمیتونیم بگیم این در آزاد بوده. یا برمیگردیم در دوره 42 اگر میخواست رأی زنان رو آزاد کنه، باز به نفع خودش. وقتی که میاد یک کشوری تک حزبی میشه، نهایتاً هم گیرم که زنان حق رأی داشتن، به چی میخوان رأی بدن؟ مثل آریا نگفتنه که خب اون اصلا چیز نیست. بنابراین من فکر نمی کنم، به نوعی میتونیم بگیم که با توجه به تکنولوژی بعد از انقلاب، به خاطر تکنولوژی نه به خاطر شرایطی که حکومت اسلامی تو اون جامعه در واقع القا کرده، زنان پیشرفت داشتن. چرا؟ برای اینکه اینترنت و غیره تونست گذری بده، پلی بزنه به زنان رو به جنبش‌های بین‌المللی و به نظر من به نوعی میتونیم ارزیابی مثبت منفی تو هر دو داشته باشیم. بسیار خب خانم عمادی، نظر شما در ارتباط با صحبت‌های خانم قزل‌لو چه هست میتونید بفرمایید؟ اما ما در ایران امروزه شاهد حجم عظیمی از خودسوزی، خودزنی و خودکشی زنان هستیم که در واقع در اعتراض به سیستم مرسالر جامعه صورت میگیره. سوال اینه که این شیوه اعتراض چقدر تونسته واقعا تکونی به جامعه بده و یا اینکه شیوه‌های بهتری برای اعتراض هست که زنان میتونن از اونها استفاده بکنن؟ خیلی ممنون. در رابطه با صحبتایی که خانم غزاللو کردن در زمان محمد رضا پهلوی، راستش یه سری اسناد هست، تاریخ هست که شاهده و من اینجا وارد بحث و مناظره نمیشم. درسته که من نمیخوام دفاع بکنم از سیستم تک حزبی، من فقط اشاره کردم به حق رأی زنان، حق حضور زنان در مجلس، حق حضور زنان در وزرا و حق انتخاب زن در پوششش. اینا برای من یک سری حقوق اولیه رو میاره که من معتقدم در اون پروسه از مبارزه ما بهتر میتونستیم جلو بریم و یعنی در یک موقعیتی از تاریخ ایجاد اصلاحات بکنیم و این واقعا یک بحث طولانی که ما را از بحث در رابطه با زنان دور میکنه. اما در رابطه با فقط مقایسه‌ای که من کردم، ولی میدونیم که برای مطالبات سیاسی ما اجازه نداریم زیاد مقایسه بکنیم، بلکه باید بدونیم که خواسته امروز و نسل من چی. برای همین من مقایسه رو میذارم کنار و میرم سراغ سوال دوم شما در رابطه با خودسوزی و اینکه چه روش بهتری هست. ببینید، خودسوزی اغلب در تابع و جاهای مناطق خیلی کوچیک ایران بوده. همیشه من بچه بودم یادمه 3 خودسوزی رو به گوشم رسید که یکیشو اصلا فامیل خود من بود، یعنی فقط به خاطر اینکه ما نبینیم این جسد رو من ندیدم، ولی چون فامیل بود فهمیدم که این خانم حامله 9-7 ماهش بود، خودسوزی کرد. این اخبار خودسوزی یعنی از بچگی با من همراه بوده و اینه که واقعا درد آوره. میگم همیشه این خودسوزی در زنا اتفاق افتاده، اما تعدادش خیلی کم بوده. زمانی که من بچه بودم، زمانی که قیام شد و اخبارا رو ما میخونیم، نه تنها خودسوزی خیلی افزایش پیدا کرده، بلکه اصلا میزان خودکشی بالا رفته. من پریروز یک آماری خوندم که تا این آمار 6 ماه اول 92 رو چیز میکرد، پوشش میداد، 3162 نفر حدوداً.
این واقعا فاجعه آوره برای یک جامعه و من نمیدونم از این 3000 و حدوداً 200 نفر چند نفرشون زنن و چند نفرشون مرد، اما میتونم حدس بزنم که اغلب زنها به اولین امکانی که فکر میکنن امکان خودکشیه و متاسفانه اولین نوع خودکشی هم خودسوزیه. من نظر منو بخوان به عنوان یک زن، به عنوان مادر 3 تا بچه، من واقعا خواهش میکنم که مشکلات خودتون رو در این نبینید که فقط خودتون این مشکل رو دارید. این مشکل، اغلب مشکلات ما در ایران مشکلات اجتماعی، مدنی و سیاسی هستند. یعنی با خودسوزی شما، با خودکشی شما فکر نکنید مشکلات حل میشه. نه، مشکلات، این بار مشکلات رو به دوش دیگری میندازید که میخواد تلاشی بکنه. یعنی بار تلاشگران سیاسی، کنشگران سیاسی بیشتر میشه و چه بهتر که قبل از خودکشی این عزیزان ما به انجمنها، کمیته ها، هیئت هایی برن که خواسته های خودشون رو مطرح بکنن، به انواع اقسام کمپین های امضا بپیوندن و در تلاش و مبارزه نیرویی هستش که اینها رو از خودکشی باز میداره و باعث میشه که فکر بکنن که مشکلات رو جمعی ببینن نه خصوصی. بسیار خب خانم عمادی، عذر میخوام، شما قبل از برنامه گفته بودید که ظاهرا وقتتون محدود، اگر محدودیتی هست شما میتونید اگر پیامی دارید بفرمایید، ما میتونیم با شما خداحافظی بکنیم اگر براتون مشکل است از لحاظ زمانی. خیلی ممنون از لطفت آرش عزیز. بله، من محدودیت زمانی دارم و الان باید دیگه تا 10 دقیقه دیگه برم سر کار. من در حرفام اولین پیاممو دادم که خودکشی راه حل نیست. در پیام دومم هم میگم که ما زنان باید برای مطالبات سیاسی خودمون مبارزه بکنیم در کنار مردان خودمون. یعنی من مخالف مبارزین فمینیستی هستم که مردان رو از حیطه و دایره مبارزه خودشون دور نگه می‌دارن، چرا که به نظر من اول ما باید برای نجات کشور خودمون، برقراری یک حکومتی سکولار و دموکراسی بر مبنای آیین حقوق بشر ایجاد بکنیم و در ضمن به موازات هیچ وقت خواسته های خودمون زنان رو از دست ندیم و در تمام قوانین و قراردادهای سیاسی دقت بکنیم که خواسته های ما روی کاغذ بیاد، روی قرارداد سیاسی بیاد و بعد زیرش امضا بکنیم. نگذاریم که پس فردا بگیم هر موقع مجلس تشکیل شد به خواسته هام برسیم. نه، خواسته های ما خواسته های پایه‌ای هستن، خواسته های جامعه هستن تا خواسته های زنان و کودکان در یک جامعه به وقوع نپیونده. مطمئن باشید در اون جامعه دموکراسی به وجود نخواهد اومد. من بهتون وقت بخیر میگم و به مهمون عزیزتون خانم مهناز غزانلو هم وقت بخیر میگم و متاسفم که باید برم، به امید روزی بهتر و به امید آزادی ایران. سپاسگزاریم از شما خانم فرهناز عمادی، کنشگر سیاسی از آلمان که به ما پیوستید. خانم غزاللو، تحلیل شما چه است از وضعیت امروز زنان ایران و فکر میکنید که در آینده چطور میشه حقوق زنان رو در چارچوب قانونی تضمین کرد که شاهد وضعیت امروز نباشیم؟ اساسا من میتونم از 2 زاویه به این سوال یا به این مشکلی که در واقع زنان باش روبروان در ایران نگاه کنم. یکی این که ما ناچاریم برای هر دشواری 2 تا راه حل داشته باشیم، یکی کوتاه مدت، یکی بلند مدت. چنین مشکلی در ایران با توجه به حضور حاکمیت اسلامی اساسا نمیتونه راه حل نهایی داشته باشه. ما میتونیم راه حل‌های مقطعی داشته باشیم، راه حل کوتاه مدت داشته باشیم. به عنوان مثال همین مسئله خودکشی زنان یا خودسوزی زنان، ما نمیتونیم بهشون بگیم خودتون نسوزون. خب نه، ببینید بحث این هستش که زن یا انسانی که در رنجه
تصمیمی که میگیره بنا به اون شرایط خاصشه. من نمیتونم الان توی کشور اروپا وایسم در شرایطی که به هر حال حقوقم به عنوان یک زن قابل مقایسه نیست با یک زنی که در کشور ایرانه و بگم زن ملایری خودتو نسوزون. اصلا امکان نداره. شاید به من بخنده احتمالاً و بعد خودشو بسوزونه و بگه که اصلا تو چطور منو درک نمی‌کنی. ببینید تو اون شرایطی که اونا هستن چه راهکاری دارن. ما فرزانه مرادی رو داریم که چند روز پیش اعدام شد. حتما تو جریانش هستین. فرزانه مرادی چرا اعدام شد؟ پدری که اون رو وادار به ازدواج میکنه با شوهری که اونو دوست نداره در سن 15 سالگی، بلافاصله بچه دار میشه، شرایط زندگی بسیار سختی داره. این میشه مرد اول پدر، مرد دوم شوهر که بهش ظلم میکنه، مرد سوم کسی هستش که اون رو دوست داره، ظاهرا وارد زندگی این میشه و نقشه قتل شوهر رو میکشه و تمام مشکلات هم میفته در واقع به عنوان مقصر به عهده فرزانه مرادی. فرزانه در ابتدا به ساکن این قتل رو به عهده میگیره در حالی که واقعا اون قتل رو نکرده بوده بلکه اون مردی که وارد زندگی شده بوده کرده. پس بنابراین اینجا به طور سیستماتیک 3 تا مرد به این ظلم کردن و کی مجازات شد؟ اون مرد. فرزانه مرادی اعدام شد درست چند روز قبل از 8 مارس و این فاجعه است. ما چه راه حلی نهایتا به طور مقطعی میتونیم بذاریم یا چطور میتونیم بگیم در کشور ما اعدام رو بیایم ذره ذره قطع کنیم؟ باور کنید واقعا این شوخی تلخه. چرا؟ برای اینکه همین الانش ما در ماه طبق آمار خود دولتی 270 نفر به خاطر هوای آلوده تهران دارن میمیرن. نه اینکه حالا ما بشینیم بگیم اگر اونجا داره این اتفاق میفته بس بنابراین اعدام ها که به هر حال آمارش مثلا کمتره بس بنابراین کاری نکنیم. به زنانی که توی ملایر هم یه همچین اتفاقی براشون میفته یا کلا آنچه که در ایران اتفاق میفته، ببینید جنبش های زنان، بالا پایین رفتنشون، اوج گرفتن و فرو نشستنشون تمام وابسته به شرایطه. ببینید در اول انقلاب زمانی که اولین نقطه فکر می‌کنم 2 ماه بعد از قیام 57 بود که شروع کردن به سرکوب زنان و با اعلام حجاب اجباری زنان ریختن در خیابون و تظاهرات کردن و نهایتا رفتن مجلس تحصن کردن. و در همون هنگام تمام نهادها و سازمان‌های سیاسی ما حتی فارغ از خود دولت گفتن در اولویت نیست مسئله زنان. ببینید تشخیص این که چه چیز اولویت است و اگر مجزا ما ببینیم مشکلات زنان رو، اصلا کلا مشکلات جنبش ها رو، نیاز انسان ها رو اگر مجزا ببینیم نمیتونیم به راه حل نهایی برسیم. تمام نیازهای انسان، منظورم جنبش هاست، وابسته به همه. اینا حلقه‌ای یک زنجیرن. ما نمیتونیم جنبش زنان رو جدا از جنبش کارگران ببینیم. چرا؟ برای اینکه یک کارگر میتواند زن باشد. جنبش کارگران رو نمیتونیم جدا از جنبش دانشجویی ببینیم یا فرهنگیان ببینیم یا نمیدونم بومیا ببینیم یا ملیت ها ببینیم. اینها به هم گره خورده. درست تو همین گرهگاه هاست که ما اگر اونا رو تشخیص ندیم نمیتونیم راه حل درستی برای این جواب بذاریم. اما سیستمی که در ایران وجود داره اصلا به ما نهایتا راه حل نهایی رو نمیده. ما نمیتونیم اساسا از گیر این زنجیرهایی که گره خورده به این جنبش ها رها بشیم. در یک دوره ما داشتیم توی جنگ 8 ساله تمام جنبش ها فرو نشست به بهانه جنگ. یعنی یه سری اولویت های کاذبی رو به وجود آورد حکومت که ناچار شد اینا فرو بنشینه. تو هر مقطعی در واقع حکومت اسلامی با دسیسه هایی که داشت، با ترفندهایی که داشت تونست این کارو بکنه. از جمله مثلا در دوره خاتمی، همین الان مثلا به نوعی در دوره روحانی، در دوره آقای هاشمی رفسنجانی، در واقع یک نوعی اینها رنگ عوض کردن یا تاکتیک هاشون رو تغییر دادن که به نظر می آمد که خیلی فضا داره باز میشه، فضا داره خوب میشه، ولی نهایتا ما دیدیم درست برعکس شد. ولی به هر حال زنان همراه با جنبش‌های دیگه هر جایی که احساس کردن فضای خوبیه واسه حرکت این کارو کردن و به نظر من راهکار اصلی به پیوند همه جنبش‌ها با هم ممکنه جواب بده. خانم آزاده، من سوالات زیادی داشتم که در مورد زنان از شما بپرسم، اونجا در چند دقیقه باقی مونده می‌خوایم یه نگاهی هم به وضع زنان در ایران داشته باشیم. اگر اجازه بدید گزارش در این مورد آماده پخشه که با هم می‌بینیم و خانم بایزدی خواهیم بود. اگر شما هم نظری داشتید میتونید ارائه بدید. خواهش می‌کنم با هم. این گزارش اگر آماده است همکاران من پخش بکنن، گزارش وضعیت زنان در کردستان. خشونت علیه زنان پدیده جهانی و محصول نظام مرد سالار است.
در بیشتر کشورهای جهان زنان به طور مستمر با خشونت، تعرض و قتل روبرو می‌شوند. تدابیر قانونی برای دفاع از زنان در قوانین اساسی کشورهای مختلف نیز نتوانسته است از خشونت علیه زنان و کشتار روزمره آنها جلوگیری کنند. زنان از یک سو مورد خشونت‌های دولتی و از سوی دیگر آماج حملات مردان قرار می‌گیرند. البته فعالان زن و مدافعان حقوق بشر برای پایان دادن به نسل‌کشی و ادامه خشونت علیه زنان مداوم در حال تلاش بودند. جنبش‌های زنان علاوه بر مقابله قانونی و حقوقی با خشونت‌هایی که زنان را هدف قرار می‌دهند، سعی کرده‌اند به طرق گوناگون در ذهنیت مردسالاری که منشأ اصلی مشکلات است، تحول ایجاد کنند. زنان کرد هم به مانند زنان دیگر نقاط دنیا با خشونت روبرو هستند، اما میتوان گفت که فشار علیه زنان کرد دوچندان است، چرا که آنها علاوه بر قربانی شدن در جامعه مردسالار، همزمان از سوی دول سلطه‌گر بر کردستان نیز مورد حمله قرار میگیرند. با نگاهی به تاریخ جامعه کردی و تحقیق در مورد اسناد فرهنگی دوره مادرسالاری که هنوز هم در جامعه کردستان مشهود است، به راحتی میتوان درک کرد که خشونت علیه زنان پدیده‌ای در تضاد با روح اجتماعی کردهاست. پایگاه منحصر به فرد زنان در کردستان و بزرگداشت زنان در ادبیات کلامی و کتبی کردی خود نشانه آن است که جامعه کردی محصول فرهنگ مادرسالاری است و زنان و مادران موقعیتی ویژه در جامعه داشتند. اما طرف‌های متخاصم با جامعه کردستان برای از بین بردن و تضعیف پایه‌های اساسی فرهنگ و هویت کردی حمله به زنان را در صدر برنامه‌های خود قرار دادند و باید گفت که برخی ویژگی‌های جامعه فئودال نیز در این مسیر یاری رسان و زمینه ساز بودند. تمامی دول سلطه‌گر بر کردستان در حمله به کردها پیکان حملات خود را معطوف زنان کرده و خصوصا جمهوری اسلامی ایران به طرزی برنامه ریزی شده سعی در برهم زدن اخلاق اجتماعی جامعه کردی داشته که بر دو محور اساسی زن مادر استوار بوده است. حکومت ایران همچنین سعی دارد با ایجاد هراس اجتماعی از هر گونه مبارزه و مقاومتی علیه خود پیشگیری کند، اما همانطور که به درازای تاریخ ثابت شده است، تمامی نظام‌های ظالم و سرکوبگر با مقاومت مردمی روبرو شده و سرانجام به زانو درآمدند. بیگمان ستمکاری جمهوری اسلامی نیز از سوی مردم پذیرفته نخواهد شد و جامعه به مقاومت خود ادامه می‌دهد. در همین چارچوب و برای مقابله با اعدام و خشونت علیه زنان، پلتفرم زنان شرق کردستان در اولین سالگرد ترور سکینه جانسوس، فیدان دوغان و لیلا شایلمز از زنان انقلابی که در پاریس هدف حمله مسلحانه قرار گرفتند، اعلام موجودیت کرده و در حال فعالیت است. در روز 9 ژانویه امسال و به دنبال آغاز فعالیت‌های پلتفرم زنان شرق کردستان در اقلیم فدرال، جمعی از زنان کرد در کشورهای آلمان و سوئد و هلند نیز کمیته‌های پلتفرم زنان شرق کردستان را در کشورهای محل اقامت خود تشکیل دادند و در چارچوب کمپین نه به اعدام و نه به خشونت علیه زنان فعالیت می‌کنند. زنان کرد از گذشته تا کنون در تمامی عرصه‌های آزادی‌خواهی پا به پای مردان مبارزه کرده و امروز عملاً پیشاهنگی مبارزات را بر عهده دارند. اکنون بسیاری از فرماندهان گریلاهای آزادیخواه کردستان را زنان تشکیل می‌دهند و فرماندهی امور در عالی‌ترین سطوح را بر عهده گرفتند. همچنین در عرصه اجتماعی و سیاسی نیز خصوصا در شمال کردستان پیشرفت‌های زیادی در مشارکت زنان ایجاد شده و صدها زن پیشاهنگ به عنوان نمایندگان پارلمان، سیاستمدار و رؤسای احزاب در گفتگو با مخاطبین مسئله کرد در ترکیه شایستگی نمایندگی خلق کرد را از خود نشان داده و قادر به دفاع از حقوق کردها بودند. همچنین در مناطق غربی کردستان نیز زنان طی بیش از 2 سالی که سوریه در بحرانی شدید بود، ضمن سازماندهی خود از طریق آموزش عمومی اقدام به تأسیس سازمان‌های مدنی و نظامی و اقتصادی برای دفاع از خود کردند. اکنون بسیاری از مقامات بلندپایه 3 کانتون جزیر، افرین و کوبان در غرب کردستان زنان هستند و در این مدت کوتاه با تلاش‌هایی که صورت گرفت بسیاری قوانین و سنت‌های ضد زن در روژاوا ممنوع شدند. طبق قوانین روژاوا اختصاص حداقل 40% برای حضور زنان در نهادهای گوناگون امری اجباری است. زنان غرب کردستان حتی اقدام به ایجاد یک تشکل نظامی به نام واحدهای مدافع زن کردند و فرماندهی و تمام امور این نیرو که نیروی صرفاً تدافعی است را خود بر عهده دارند.
همچنین در شمال و غرب کردستان کردها برای رهبری تمامی نهادها و سازمانهایی که در دست دارند سیستم ریاست مشترک را اعمال کردند که طبق آن ریاست هر سازه‌ای در تمامی سطوح بر عهده یک نماینده زن و یک نماینده مرد به طور مشترک خواهد بود. این مدل تا حدود زیادی تاکنون اعمال شده و انتظار می رود به زودی به امری فراگیر مبدل شود که از جمله راهکارهای تضمین مشارکت زنان در امور است. گزارشی در مورد وضعیت زنان کردستان بود. خانم زینب بایزیدی عضو پلتفرم زنان شرق کردستان هم به ما پیوستن. خانم بایزیدی صدای من دارید شما؟ بله. من سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. حدوداً 6 یا 7 دقیقه از برنامه باقی مونده. من 2 تا سوال از شما داشتم میپرسم. اگر لطف کنید در چارچوب این زمان پاسخ بدید. خانم بایزیدی لطفاً تحلیلتون از وضعیت زنان در کردستان رو ارائه بدید و بفرمایید که نقاط مثبت و منفی وضعیت زنان در کردستان چه هستش امروز؟ قبل از هر چیز سلام دارم خدمت شما و مهمانان برنامه‌تون و بینندگان عزیز. پیشاپیش هم 8 مارس و این دستاورد بزرگ جهانی رو برای همه زنان هستش و میراث بزرگیه برای همه زنان جهان. به شما مهمانان برنامه‌تون و همه آزادیخواهان به خصوص زنان تبریک عرض می‌کنم. راجع به سوالی که فرمودید، خب یه سوال کلیه، اما اگه بخوایم خیلی کلی بهش اشاره کنیم، وضعیت زنان تو کردستان یه بخش اعظمیش نمیتونیم جدا کنیم، جداگانه ببینیم از وضعیت زنان تو ایران، از وضعیت زنان در تمام دنیا، به خاطر اینکه چطور دستاوردهای زنان میتونه برای هم دیگه مهم باشه و قابل اهمیت باشه، همانطور هم اون شرایطی که زنان توش زندگی میکنن، اون ضعفایی که بالاخره تو هر جامعه تو هر شرایطی امکان داره برای زنان پیش بیاد، زنای کرد هم مستثنا از این شرایطی نیستن و میتونن تاثیر بپذیرن از این شرایط. از حالا بگیم میتونه اون شرایط میتونه سیستم باشه، میتونه قانون باشه، میتونه وضعیتی که تو جامعه برای هر فردی میتونه براش پیش بیاد. وضعیت کرد هم مستثنا، وضعیت زنان شرق کردستان هم مستثنا نیستش. اما اگه یه نگاهی داشته باشیم به وضعیتی که زنان تو ایران دارن، با توجه به اینکه سیستم حاکم بر ایران سیستمی مرسالار و در جدا از اینکه اون مرسالاری دینی هستش و در اون سیستم بگیم انواع ملت ها وجود دارن و در این حال که اون حق و حقوقی که ملت های مختلف تو ایران دارن، در وجود زن اون تبعیض ها، اون نابرابری و اون بی‌عدالتی ها چند برابر میشه و خصوصا زن کردم همچون زنان دیگه ایرانی هم از سوی با توجه به اینکه زنه و تو قانون ایران و سیستمی که ایران اون قانون در اون چارچوب بگیم تعریف کرده و تدوین کرده جایگاه آنچنانی نداره و اون حقوق خودشو نداره. از سوی دیگه هم با توجه به اینکه یه زن کرده به عنوان از سوی یعنی تحت فشار هستش به از لحاظ ملیت هم، این مسئله اینا دست به دست هم دادن در کنار اینکه شرایط کلی که هستش بگیم که روزانه داریم آمارش رو میبینیم، وضعیتی که حاکم بر جامعه از لحاظ افزایش میبینیم که روزانه افزایش تعداد زندانی‌های زن رو داریم میبینیم با توجه به اون آماری که حتی خود حکومت هم داره اعلام میکنه، افزایش تعداد معتادین زن هستش، افزایش تعداد بالا رفتن آمار خودکشی ها و خودسوزی ها هستش، بعدش آمار طلاق هستش، وضعیت بد اقتصادی هستش. تمام اینا مجموعاً میتونیم بگیم این وضعیتی هستش که تو کردستان حاکمه، یعنی خیلی خلاصه وار. به خاطر اینکه ممنونم از توضیحاتتون. عذر میخوام که صحبتاتون رو قطع کردم. من یه سوال دیگه هم با شما داشتم چون وقتمون کوتاه هستش. خانم بایزیدی، شما و دوستانتون مدتی پیش گروهی تحت عنوان پلتفرم زنان شرق کردستان تشکیل دادید
دوست داشتم در عرض 2 دقیقه هم از اهداف و فعالیتاتون کمی صحبت بکنید برای بینندگان ما. کمپین نه به اعدام و نه به نسل‌کشی زنان شرق کردستان، یعنی فقط مخصوص زنان کرد نیستش، اما پیشاهنگیش و شروعش رو زنان کرد اعلام کردن. یعنی یکی از بگیم یکی از کارهایی که شروع کرده راه اندازی یک کمپینه. به این کمپینم به نام پلتفرم زنان شرق کردستان، یعنی تحت نام نه به نسل‌کشی زنان و اعدام در ایران. یعنی 2 هدف اصلی داره، اینکه هم علیه اعدامات در ایرانه، هم علیه نسل‌کشی زنانه. یعنی روزانه این اعدامایی که میشه و اون تبعیض‌ها و نابرابری‌هایی هستش و اون وضعیتی که از سوی دولت حاکم و از سوی سیستمی که حاکم در ایران برای تمام زنان، نه فقط زنان کرد، یعنی شروع شده. و با توجه به اینکه فعالیتاش، حالا بگیم کمپین یه هدف کوتاه مدته، اما هدفهای بلند مدتی هستش که بعد از کمپین با توجه به اینکه پیشرفتایی که خواهیم کرد و با توجه به اینکه این مبارزات در حوزه‌های دیگه هم گسترده خواهد شد، فعالیت‌های دیگه هم در این راستا خواهد داشت. اما اهداف کمپین یعنی بگیم اتحادی از زنان کرد و حالا تو شرق کردستان، با توجه به اینکه ما نگاه میکنیم تو وضعیت زنان در بخش دیگه کردستان باز به نسبت شرق کردستان بهتره، یعنی از سوی حاکمیت. وگرنه از لحاظ فرهنگ نگاه کنیم، از لحاظ سطح آگاهی و درک و شعور و تحصیلاتی که زنان کرد دارن الان، با یعنی نه فقط زنان کرد، کلا زنان دیگر زنان ایران هم، یعنی به اون سطحی از آگاهی رسیدن که بتونن خودشون جنبش داشته باشن، بتونن خودشون حرکت داشته باشن، همونطور که تا حالا داشتن و مبارزاتی که تا امروز هم انجام دادن. به خاطر همین ما این نیاز رو دیدیم، تعدادی از فعالین مدنی و حقوق بشر کنار هم اومدیم و تصمیم گرفتیم این فعالیت مدنی رو در این حوزه شروع کنیم و بتونیم گسترشش بدیم و همه زنان میتونن، کرد و غیر کرد، همه زنان میتونن در این کمپین شرکت کنن. و یکی از اهداف کمپینم در کوتاه مدت به مدت 6 ماه تا 1 سال جمع آوری امضا هستش که هم به صورت میدانی و هم در پیجایی که بر پیج و وبلاگ هایی که برای این منظور گذاشتیم. اهدافش اینه که امضا جمع‌آوری کنیم، از طریق پارلمان اروپا به سازمان ملل برسونیم و بتونه فشاری بیاره. یعنی ما نمیگیم با این کمپین میتونیم دیگه خیلی کارهای زیادی انجام بدیم، اما در حال حاضر این به صورت کوتاه مدته، اما در آینده میتونه گسترده‌تر بشه و فعالیتاش به صورت‌های دیگه هم در سطح وسیع‌تری ادامه پیدا کنه. سپاسگزاریم از شما خانم بایزیدی. متاسفانه وقت ما 1 دقیقه مونده. من واقعا عذر میخوام که وقت برای شما کم مونده است. نه خواهش میکنم. اهداف کمپین به صورت خلاصه این بود، اما من اون چیزی که میخوام بگم این که مثلا چرا این کمپین رو اندازی شدم، به خاطر این وضعیتی که هستش. یعنی ما میگیم سطح آگاهی زنان کرد خیلی بالاتر از این هستش که تو محدوده، یعنی نه فقط زنان کرد، زنان ایرانی هم تو محدوده و چارچوبی که ایران تعیین کرده، حالا به صورت قانون و شرع و اسلام و به هر اسمی که باشه، خیلی بالاتر از اون هستش. و ما چند روز پیش دیدیم که کنفرانس ژنولوژی از سوی زنان کرد برگزار شد برای اولین بار و کنفرانس موفقی هم بود. اما اینکه میخوام این پیامو برسونم که با توجه به اینکه این سیستمی که در ایران حاکم، اون فشارهایی که روی مردم به صورت کلی هستش، روی زنان خصوصا میبینیم زنان دارن اعدام میشن، زندانی بودنشون، حالا زنان زیادی رو داریم، حالا خانم بایزیدی عذر میخوام هستن. مجددا صداتون رو قطع کنم. همکارم در اتاق فرمان میگن که اصلا وقت نداریم، اگر
محبت کنید در عرض 20 ثانیه جنبندی آخرتون رو بدین، چون باید برنامه رو به پایان ببریم ما. من یه پیام فقط میتونم بدم در این خصوص که با توجه به، یعنی جدای از قومیت ها، جدای از نژاد، جدای از اعتقادات، زنها بتونن در هر فعالیتی که میتونه مثبت باشه برسن پشت همدیگر رو بگیرن که بتونن این نظامی که حاکمه رو ضعیف کنن و بتونن دستاوردهایی که امروز به عنوان بگیم مثلا یکی از دستاورداش 8 مارس بتونن با توجه به اینکه این دستاوردها رو حفظ کنن بتونن گسترشش بدن و جامعه بهتری رو برای همه افراد جامعه فراهم کنن. سپاسگزارم از شما خانم بایزیدی از اینکه به ما پیوستید. خانم قزلو در عرض کمتر از 1 دقیقه اگر صحبت پایانتون رو بفرمایید شما. خواهش میکنم. من میتونم فقط 8 مارس رو به همه زنان تمام دنیا در واقع و به طور اخص زنان ایران تبریک بگم و امیدوارم بتونن این رو نقطه عطفی بگذارن هر بار به عنوان یک خاطره، به عنوان یک انگیزه که تلاشاشون رو تشدید کنن در پیوند با هم دیگه. فرق نمیکنه از کدوم ملیت، کدوم زبان و کدوم در واقع رنگ.